پیام امساله پرزیدنت کشور اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان که روز 21 دکبر برگزار شد خیلی پرمحتوا ارائه گردید. نیست ساحه‌ای که سرور مملکت به آن توجه نداشته باشند، مخصوصا ساحه تندرستی و ساحه معارف در مد نظری سرور دولت قرار دارند. بالا بردن مزد معاش کارمندان ساحه‌های گوناگون این باعث آن می‌گردد که نسبت به کسب خود، نسبت به ساحه انتخاب کرده خود کارمندان بیشتر دلگرم شوند و کار و فعالیت خود را خوبتر و بهتر بر راه مانند. زنان و بانوان در مد اول سروری مملکت قرار دارند. هر یک پیامی که سرور مملکت ارائه می‌نمایند در خصوص بالا بردن موقع و منزلت زنان و مادران در آن سخن به میان آورده می شود و این اقدام سرور مملکتمان ما زنان را نسبت کارمان، نسبت فعالیتمان دلگرم نموده کوشش به خرج می دهیم که کار را در سمت تعلیم و تربیت خوبتر و بهتر بر راه مانیم.